سلام دوستانی عزیزی من. نام من معجزه است. این لحظه من برای شما درباره یک نمود خاصیتی یاری اولین سخن میگویم. همسالانی عزیز، آیا میدانید در کوهساران ما مارهای گوناگون خیلی زیاد زندگی میکنند؟ هنگامی با آدم روبرو شدن، مارها اساساً با یک طرف میخزند. در تاجیکستان ماری افعی خیلی زیاد دیده می شود. این مارها خیلی خطرناکند. وقتی که به تپه و کوه می روید با دقت باشید. مارها را در ترقش خانه های ویرانه، غارها و بین بوته ها دیدن ممکن است. برای خود را از گزیدن مار امین داشتن، هنگامی به کوه رفتن حتما موزه بلند پوشید. اول آنکه سیر تل تپه ها و کوه ها برای ما خردسالان خیلی خطرناک است. لیکن بسیاری از ما سیر تپه و کوه ها را خیلی دوست می داریم و در فصل تابستان به آن جایها زود می رویم. اما ما باید همیشه در کجایی که نباشیم خود را از خطرهای طبیعی خوب محافظت کنیم و بسیار خاصیت ها را بدانیم و بیاموزیم. علل خصوص یاری اولین را. همین طور نه؟ خوب دوستان، در حالتی مبادا کسی را مرگ زد چی باید کرد؟ با دقت گوش کنید. شخصی مرگ زده را در سایه خوابانید، یعنی در زیر سر او یگان چیز نگذارید. بعد جای مرگ زده را باید تازه کرده پیچانید. هیچگاه جای مرگ زده یا از آن پایانتر و بالا را سخت نبندید. در این حالت زیاد نوشیدن چای و یا قهوه فایده آور است. از همه خوبترش شخصی مرگ زده را هر چیز زودتر به دکترخانه بردن لازم است. در آنجا دکتران به او یاری میرسانند. شخصی مرگ زده را هیچگاه در خانه نگاه نداره و هرگز به خود طبابت کنی راه ندهید. این عمل به بیمار زیان می آورد. بگذار همیشه سلامت و بردن باشه. خیر.